به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالرحمن ابن عوف خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند روزه رمضان را بر شما فرض گردانیده است و من شب زنده‌داری آن را بر شما سنت نموده ام. پس شخصی که از روی ایمان و امید ثواب و باوری روزه گیرد و شب زنده‌داری نماید، سبب مغفرت گناهان گذشته اش می شود. روایت نسائی و بیهقی. الله سبحانه و تعالی روزه داشتن در ماه شریف رمضان را به هر یک مسلمان عاقل و سالم و بالغ فرض گردانیده است و شبهای آن را با عبادت گذرانیدن سنت می باشد. هر کسی که از روی ایمان و محبت و به امید ثواب ماه رمضان را روزه گیرد، خداوند گناهان گذشته او را می بخشد و هر کسی که به سبب به عذر ترک روزه ماه شریف رمضان کند، او گناهی کبیره کرده است. چون این شخص را لازم است که به درگاه خداوند بازگردد و توبه نصوح بکند تا خداوند گناه او را ببخشد. و هر مسلمانی که روزه ماه شریف رمضان را انکار کند، یعنی آن را نپذیرد، گوید که از جانب الله نیست، پس از ایمان خارج شود. چون با انکار کردن یکی از آیات‌های قرآن انسان از ایمان خارج می شود. خداوند را پناه می بریم به سوی تو. خلاصه برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که روزه داشتن ماه شریف رمضان به هر یک مسلمان عاقل و بالغ و سالم فرض می باشد و شبهای آن را با عبادت گذرانیدن، نماز تراویح خواندن و دیگر نمازهای نفل، نمازهای تهجد خواندن از سنت ها می باشند. پس روزهای ماه شریف رمضان را با داشتن روزه و شبهای آن را با طاعت و عبادت‌های نافله گذرانیم، چون در این ماه هر یک عبادت ما ثوابش یک چند مراتبه افزون می شود. این فرصت را از دست ندهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.